سلامتی موتورهای بیامار دیگه نمیکشه. پسر یاد بگیر به کادری جماعت زیاد رو ندی. سوارت خط سبز شیجا سربان. داش من سرباز جدیدم، راست میگن کافوندن. نه داداش من آخرین رابطه جنسی من هفته پیش. چجوری؟ چون نگهبان بودم هوا یخ بود دیگه. زنگ زدم به اداری گفتم یکی اینجا یخ زده مرده اومد. گفتن چی شده کو فلان. گفتم اونام قورباغه یخ زده افتاده مرده. خوب یه چیز دیگه بازرسی پادگان اومدم تا صبح کردم. داش من سرباز جدیدم، این کما که میگن چیه؟ اون سیاره رو می‌بینی در پاسارخونه نشسته؟ خب اون پای خدمتش تو بالاتره. 2 هفته دیگه اون ترخیص تو 2 سال دیگه اینجایی. داش این سرباز پای بالا به من گفتن امشب نگهبانم ولی اسمم تو لوح نیست. نگهبان کجام؟ واسه یکی آفتابه دست فرمونت خوبه؟ آره بشین پشت اون آفتابه فعلا گاز بده برو دستشویی بشور تا بهت بگم. صادقی آجی امروز مرخصی ساعتی واسه من اوکی می‌کنی؟ اینجا سرباز جدید مرخصی ساعتی نداره. حالا یه کاری بکن دیگه، خیلی گیرم. یه کاری برات میتونم بکنم. حالا ببینم ارزت چجوریه. اینو بگی این چیه؟ خودکاراویه. چیکارش کنم؟ برو هر موقع تونستی باش قرمز بنویسی بیا برگ تو میدم بری. داداش چیه؟ برق خدمت هم نگیرتت بود اومد. داداش چیزی شده؟ چرا حرف نمیزنی خب؟ نمیکشم.